پاراسمپاتیک فهمیدیم و 3 تا سطح اضطراب رو باهاش آشنا شدیم. تو معمولا وقتی استرس میگیری چیکار می‌کنی؟ نمیتونم یه جا ثابت بشینم، خیلی باید تکون بخورم تا اون منبع استرسم و یه راه حلی براش پیدا کنم. دست و پام یخ میزنه، ضربان قلبم میره بالا. اگه قرار باشه صحبت کنم نفس کم میارم و شاید اینا چیزایی باشه که بقیه متوجهش بشن، ولی دست و پای سردم و ضربان قلبم و شاید کسی متوجه نباشه. اگر کسی متوجه استرابت بشه خجالت میکشی؟ اگه یه مسئله‌ای باشه که احساس ناامنی نسبت بهش داشته باشم که مثلا نباید نسبت به این موضوع استرس داشته باشم، اون شخصی هم که متوجه میشه شخصی باشه که من حساس باشم که این موضوع رو نفهمه شاید، ولی در کل نه. سعی میکنم که حتی به بقیه بگم که من استرس دارم که شاید یه جوری بتونن کمکم کنن اون استرس رو کم کنم. ایول، پس تو خیلی خوب برخورد می‌کنی. نه، شاید خیلی وقته که توی موقعیتی قرار نگرفتم که خیلی برام این شکلی بشه.